سلام علیکم دوستای گلم. تا هنوز در اینجا در اروپا شما تجربه برق رفتن دارین؟ مثلا خبر نباشه یک دفعه برق بره، چرا کم احساس می داشته باشین و هم که دوش نباشید بخوایی تازه نانه گرم کنی یا پلاو داشته باشی گرم کنی یا که میخواستی چای کنی فهمیتون خواستم چای کنی که تبتیدون که برقا اول یک دفعه روشن شد و پس خاموش شد. دیگه اینجا شیشتیم چند دقیقه تلفن کار کردیم، یک ساعت تیر شد، چارجر تلفن من خلاص شد. دیگه شوارم اینترنت داشت تا تلفن خود منم چارج و اینترنتش قریب نبود خلاص شد. باز من دلم نارام شد، من گفتم چرا این رقم بشین، من دفعه کنم همسایه در فرانسان که برقا میرفتیم در جانی همسایه که برق دارین ندارین، هم دست پاچه که رفتم در برق دالیز زدم که روشن شد. باز اینجا آمدم مدرکه خود روان کردم، رفت در پایین سعی کردم سایه پرسان که برقایشان بود، باز از کدام سایه بوده، باز او گفته که شاید کدام چیز را روشن کردین او دادنی یا که چیز چی میگه فیوز پریده. باز آمد دید که راستی فیوز پرده بودم، باز مرا یادم داد که دیگه اگه برقا رفت سیکو این اینجا را بزن پس جور میشه. دیگه یاد گرفتم. دیگه دوستا اینجا میخوایم چی پخته کنم. امی ایرانی ها که چی میگه پکوره دست و کچالو که جور میکنن جوش میتن جور میکنن. او خدا دیگه مورد دیدم گفتم جور کنم، ده خود جنجال خریدم، جنجال دیگه اگان جنجال خدا خریدم. خیلی وقت ما گرفت و رقم از دلمون نامد دیگه انصورت منده شدم. گفتم کمش کازو کرم مدکیم چی میگه کچالوی چیپس چیپس داشتی فرمایش داده بود، از او کلمه رو بخته میکرد خوب بود دیگه. حالا ما برم که پکاری خدا بخته کنم، شما ویدیو لایک ریپوست کنید و تک تا پوست جوز. بای